دوستان امروز اومدیم با گرانی 2 نفره الان پیستولی داریم میاد بازی. بچه ها الان میخواید ببینیم که ما چجوری گرانی 2 نفره کردیم. باید ببینیم که داخل روبلاکس اومدیم با گرانی 2 نفره کردیم. امیر عباس هم که اومد سلام. ببینید ما داخل روبلاکس تونستیم گرانی 2 نفره کنیم و اگر بچه شما دوست دارید که ما آموزش چجوری کامل یه ویدیو راجع به این که چجوری بازی دو نفره کنید میگیم بهتون. حاجی عنکبوتو یه جا گیر کرد چیز کرد برداشت کتاب بالایی؟ آره شما به چه لب میخوره؟ وای دسته تو فقط تیکه شد کن مثلا من شادگانو برداشتم یارمون اومد تکمیلش کرد. بیا تیکه شد کن یارمون بارسا بچه تازه اگر با دوستتون هم نتونستی بازی کنیم بازی اصلا توی باید خیلی جذاب از خارج از کشورم میتونید باش بازی کنیم. خیلی جذابی روبلاکس بازی دور جذابیه و 1000 تا هم بازی داره. خیلی عجیبه گرانی شیطان بلا با مزه والا آخه چرا منو میکشی؟ چرا؟ آخه میگی من چه گناهی دارم؟ داشت ترسیدم تو اومدید منو کشت کشته شده یه تیر بزن بهش. نمیشه داشت نمیمیره این سکونه چرا نمیمیره؟ بیزی که الان میکشم چرا رفته بودم جلوش نزد منو با در میرفته گفتم آدم وایسادم جلوش گرانی همین بچه حالا میبینم خدا مردم حالا یه تیر من تیر خودت گرانی تنه گذاشت. حاجی باتری ماشینم یافتم جایی ما داخل اتاق گرانی حاجی دیدم داخل این کتاب کجاست؟ کتاب نداشتی؟ بیایم بریم اون وقتی که میریم راه میره با چی پیدا کرد؟ سیم چی پیدا کرد؟ سیمچی نیبا سیمچی به چی درد میکنم؟ برگره ماشین هم تو برو پایین بزن تو کشتی بزنم افتاد تیر رو تموم شده داری من تیر دار راه میره عزیز کلی نمیدی من آسه باید تا جلوی در بیاد میفته من حواسم هست که صندلی افتاد دوست چرا من میخواد راه نمیگه واسه تا جلوی در بیاد این مادر عزیز گرامی از چشمشو به من اون انکبوتر باز کنم من تیر ندارم یعنی بالوه مون کشتم تیر کجا بردارم؟ اینا بیا دقیق تلویزیونه بایسته من بریم یه تیر بردارم کشتی بارسا برای ماشین بودو پس من رفتم بیا تو سیمش تو مشکردی؟ آره در آمده بیا بچه هم ولی گرانی خیلی سخت مثلا ردشی برید چرخدن که توه چی میگه؟ چرخ
توش کنی سری برو یه کوزه نمیشه برو بابا نیومده نترسم پاشو بابا خب آسانسور بالاست آسانسور رو بزن میاد پایین یه ساعت یه ساعتش بیا بابا تو بیا بازیگیری یادا همین بچه ها پارت بعدی اشاره تو بگیری بله همین که میگیریم به پارت دو رو اگر اشاره شما دوست داشتید بعضی پارت حتما بگید به ما که پارت دومش هم براتون بزنیم بعد هر جور که شما خواستید بچه تازه بازی دیگه هم داره اگه خواستید میتونید بگید یه بازی دیگه بزنیم ما بازی دیگری هم میذاریم اگر شما